السلام علیکم داملای عزیز، از راه خیلی دور آمدم، به این سوال من جواب گویید. شخص با نکاح فاسد ان اقترح به شاهد زن را نکاح کرده گرفتو چند سال زندگی کرد. بعد در همین نکاح او را 3 طلاق داد و همین مرد میخواهد که به حلاله همین زن را دویم باره نکاح کرده گیرد. آیا این درست است؟ خب اولش که اون نکاحی که پیشتر داشت نکاح فاسدش نکاح نیست، بنابراین این طلاقی که کرده خاصیت و خیاست این طلاق واقع نمی شود، زیرا که زنی بیگانه را طلاق کنند نکنند طلاق نیست. اکنون این جوان اولش که مصیبت است، اولش که عیب است برای مسلمان که با نکاح فاسد با زن ازدواج کند. نکاح فاسد حکم زنا را دارد و نکاح نیست. بنابراین من به این جوان توصیم این است که از همسر خود جدا شود. از همون روز که جدا می شوند همسرش عده پاید، یعنی حیض می دیدگی باشد 3 حیض بیند، حیض نمی دیدگی باشد عده 3 ماه است. بعد از بود شدن عدهش می تواند همسرش نکاح کرده گیرد. او طلاق و طلاق نیست. این زندگی که این قدر وقت کردن زنا هست. بنابراین اینها برای این کارشان توبه کنند، از پروردگار پشیمانی کنند، شاید پروردگار گناهشان ببرد و این لاروشان سیاه میشه فقط دوزخ. السلام علیکم داملای عزیز، سوال من این است که بعضی آدمان میگویند که لباس سرخ پوشیدن ممکن نیست. آیا این لباس سرخ پوشیدن از نظر اسلام درست هست یا نه؟ با احترام یک مخلص دائمی شما. نه عزیزان، این تو نیست. لباس چی سرخ است و چی سبز و چی کبود همش درست است پوشیدنش. آره اگرچه بعضی فقها سرخی بلند پوشیدنش مکروه گفتیند، اما این قول صحیح نیست. شما می توانید در رد المختار در عالمگیری در فصل لباس در این باب نگاه کنید که در رد المختار عبارتی هست که می گوید یجوز للرجال والنساء لبس الثوب الاحمر والاخضر، و جایز است برای مردها پوشیدن لباس سرخ و پوشیدن لباس کبود. هیچی باقی نداردین. حتی بعض امام شرمبلانی خدا رحمت کنه در این باب رساله مخصوص نوشته، با دلیل‌های زیاد حتی پوشیدن لباس سرخ مستحب گفتیان. هیچ خیل در پوشیدن و کراهت نیست. بنابر دامله‌ها می توانند به کتاب کراهت در فصل لباس نگاه کنند، برای خود در این باب جوابشان می یابند. خلاصه این است که اسلام هر چیزی که زینت است برای شما من نکرده است. قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. چی است که برای بندگان من هر چیزی که مایه زینت و سبب آرایش بدن اونهاست یا هر چیزی که حلال است پاکیزه است او را خوردنش یا پوشیدنش من کرده است. کی؟ هیچ کس من نکرده است. السلام علیکم عزیز داملای عزیز، من یک جوان 24 ساله هستم. از نافهمی دندانهای طلا گذاشتم. امروز فهمیدم از دایره اسلام حرام است. چی کار کنم؟ نمیدانم. مصلحت شما را انتظارم. برادر عزیز، وقتی که دندانها را پیشتر گذاشته باشی، اگر برای زینت برای فسانی بود چگونه که پیشتر این عادت بود، این حرام است. چرا که اسلام طلا را همچون زینت استفاده بردنش برای مردها حرام کرده است. چه دندان باشد، چه چله باشد، چه ساعت باشد، چه گردنبند باشد، چه یعنی روشکه باشد. اما اگر افت شما دندان به خاطر ضرورت کرده باشید که دندانات ویران شده بود یا افتیده بود یا سیاه شده بود، به خاطر این کرده باشید، اگر این باقی ندارد این یعنی جایز است. و درباره دندان اون کس بحث دارد، مولانا خدا نظر با آن مراجعت کنند، در آن دلیل های خود میابند. بنابر من این قدر به شما میگم که هیچی باقی ندارد اگر شما برای خاطر ضرورت کرده باشید. خب و آدم ها میگویند که تو از جنابت پاک نمیشوی، باید در وقت گذاشتن دندان طهارت کرده باشی. نه، این بیکار گپ است. برای دندان ماندن نه طهارت شرط است نه غسل.
دندان گذاشتن حکمش حکم جبیره رو دارد، مانند که من یک آدم دسته پاش میشکند برای بستن تارت شرط نیست میبندد، مثلا وقتی نماز بالاش مست کشیدن میگیرد. دندان هم حکم او رو دارد، نه تارت شرط است برای موندنش نه غسل شرط است. و کسانی که بعد از دندان گذاشتن تارت میکنند دهنشان آوگردان کنند تارتشان درست است، جنوب شوند غسل کنند دهن آوگردان کنند غسلشان درست است. در اسلام عزیزان من حراج نیست. خوب برادر عزیز، اولش که شما این گپ ها را از داملاهای خیلی معتمد و یعنی کتاب خوب بسیار میدیدگی شما پرسید و هر ملای بیچاره که چهار کتابخوان است این گپ گوید شما به گپ او تشویش نشوید. و حکم دندان صنعی دیگر چی خیلی است؟ یعنی دندان موندن باقی نه، بلکه مستحب گفته صاحب فتاوای محمودیت موندن دندان است، زیرا که دندان که افتی جاش خالی موند سبب پیدا شدن بیماری ها می شود، سبب لقانت شدن دندان های دو طرف می شود، حتی سبب خراب شدن عصب می شود گفته است. امروز طب هم اثبات کرده است که باید دندان که اکثر دندان های که شکاف هستن داخل شنده ببینه خب معده های خوراک باقی میمونه و بو میکند، هم تو نیست. البته این بو از سبب میکروب ها و از سبب چیزهای ضررناک پیدا میشود در دهان که به سلامتی انسان رو ضرر دارد. بنابر دندانات ها نگذاره که شکاف ایستد، نگذاره سیاه شده ایستد. آخه این اسلام دینی نظافت است، نخواد که پاکیزگی فقط برای اروپایی ها باشد. دندان های اونا بینه جرقص میکند، اما دندانای ما رو بینه حتی ایشان و ملاها از زردش طبیعت آدم میگرد روشان نگاه کنی. الله رسول اکرم در حدیث های صحیح صحابه ها رو نمیموندن که دنداناشان زرد باشد پیش حضرت درآیند. لا تدخلوا علی قلوحا، معنا قلوح دندان زرد. هم سحری دنداناتم شستن با خمیری دندان این وظیفه کنه دینه. و برای زنان حکمش چیست؟ برای زن تلا حلال است، خواه دندان میکند، خواه چلی تلا میگیرد، خواه گردنبند تلا میکند، همش حلال است. در خانه با زن خود و محرم خود نمازی با جماعت خواندیم در یک صف درست است یا نه؟ در یک صف درست نیست. کسانی که در خانه نماز میخوانید خواه پدر است، خواه شوهر است، خواه برادر است، باید خواهرها را، همسر را یا مادر است اونها از صف عقیب ایستند، از قفای شما ایستند. اگر برابر ایستاد حتی خواهر در نماز برابری برادرش ایستاد نماز فاسد میشه اگر یک نماز باشد. بنابر وقت در خانه هایی که شما جماعت میکنید با دخترای خود یا با همسر خود اونها را نیم متر عقیب مونید صف گیرن، شما خودتان پیش ایستید. اگر رفتون مردها اکو دادرا باشد یعنی مردها از قفای امام ایستند و خواهر و یعنی مادرها از قفای اونها ایستند، اما در صف برابر نیستند. حضرت انس میگوید پیغمبر خدا خانه من آمدند، خانه ما آمدند. بعد از خوردن غذا حضرت گفتن من در خانه شما تبرکاً نماز خوانم. این حدیث صحیح است، مشکات خواندگان میدانند. اگر یک گلیمچه داشتیم چرکین شده بود، زود من خستم میگه با آب تر کردم شوشتم آورده پرتافتم، رسول اکرم پیش ایستادن، من همراه یک برادرم در قفای رسول اکرم ایستادم، مادرم ام سلیم قفای من ایستاد. ببینید مادر عقب بچهش نیستاد. از همین سبب باید زنها یک صف عقیب ایستند، خواه برادرش از خواه شوهرش از فرق ندارد. داملای محترم شخصی میتواند در بیرون نماز پاچه که بروکش دراز باشد یا اینکه ته کرده گردد؟ خواهش میکنم جواب. جوانای عزیز، راست چه گویم نزد جمهور فقها بروک اگر پاچش دراز از بجلک باشد حرام است. نزد جمهور اهل حدیث حرام است. اما در مذهب ما خدا رحمت کنه فقهای ما مکروه تحریمی گفتیان. حالا نبلحی همینه در نفع المفتی سوال دارد، زیرا که در این باب حدیث های صحیح آمدگی است که هیچ خیلی تعویل و تبدیل قبول نمی کنند. رسول اکرم میگن ما اسفل من الکعبین فهو فی النار،
هر چیزی که از بجلک پا دراز است، خواه ایزار است، خواه برک است، خواه کرته است، و صاحبش پگه خدا در دوزخ پاش می سوزاند. بنابر رسول اکرم گفتند ایزارت المؤمن الی نصف ساقیه، ایزار بنده مومن تا نصف ساقش است. ولا حرج، با که نیست گفتن اگر از وی دراستر کند تا بالای بجلک، اما از بجلک پایان به زمین رسد این حرام است. حتی رسول اکرم در یک حدیث که این حدیث خیلی مسلم روایت کرده از حضرت ابوذر راوی حدیث میگویند ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یکلمهم ولا یزکیهم. سه طایفه است که خدا به اونها روز قیامت نگاه نمی کند، خدا اونها را از گناه پاک نمی کند، حتی خدا به اونها به نظر رحمت نگاه نمی کند، صحبت نمی کند. این سه طایفه به سعادت کیست؟ حضرت گفتن این حدیث مسلم است. یکم المسبل، شخصی که ایزار شه یا برک شه یا کرتش دراز میکنه که به زمین کشیده میگردد. دوم المنان، شخصی که به یک کس نیکی میکند بعد نیکی کردنش منت میکند که من به تو این کار اون کار کردم تو نمک زده. منتی هم در که قرآن در صراحتا خدا منت نهی کرده است، حرام کرده است. سومش المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تاجرها جوانایی که سوداگر هستی. سومش شخصی که تاجر است با دروغ تجارت رواج میتید. مثلا بازار میبره گوشه، میدان گوش قصیر است، میدان گوش گوساله نکرده است، اما قسم میخورد که بغوز است، قسم میخورد که یک دو گوساله که یاد شده خانه موندم یاد شقتیش آوردم. یعنی به مقصدی چی؟ یا بارش باری به صفت است، تعریف میکنه که بسیار بار خوب است، عالی صفت. یعنی آدمی که با دروغ میخواه مال خودش به سودا برد، این تاجرم روز قیامت در لعنت خدا گرفتار است، خدا او را از گناه پاک نمیکنه. جناب عزیزان من، جوانای عزیز باور کنید امروز من در قزاقستان سال گذشته رفتم، اکثر جوانای قزاق شارتیک دارن. البته در دوشنبه هم بعضی ها رو دیدم، بعضی با بچه ها رو. شارتیک چی؟ بروکی که از دانه یک 3 انگوش پایانتر است. در کوچه ها هم در کار هم هوایی میپوشند. خب اگر همین ما از نام اسلام میگفتیم هیچ کس قبول نمیکرد، حالا که شارتیک پیغمبر خدا هم کردیان. اکنون که دنیای غرب و ماده شده است، اما جوانای پوشیده ایستادیان. حالا همه جوانای نمازخوان ما هم شرمنده ها، اگر در اروپا ماده شود بروکی کلته همون میپوشند، اما امروز به خاطر پیغمبرشان، به خاطر سند پیغمبر، یعنی حدیث های پیغمبرشان نمیپوشند. با جوانای مسلمان شما باید به پیغمبر تقلید کنید، شما باید ناموس داشته باشید، نه از اروپایی ها تقلید کنید. آن روز من اگر همین بروکی کوتاه پوشیدن از اروپایی ها شما تقلید کنید پوشه، آن روز من به شما نفرت بکنم. بعد که امروز پیغمبر گپش قبول نمیکنید و موده که دشمنای خدا کنه و را قبول بکنید. بنابر شما عزیزان من عیبش نیست. ببینم من از سعودی مهمان میخواست جوان خاپیر همه بروکاشان بالای کلتاش بالای پتین کشنده، هیچ کس اونها را معرکه داره نمیکند که، هیچ کس اونها را وصل نمیکند که. چه عیبش نیست. به هر حال اگر مذهب ما اگر مکروه هم گفته باشه، مکروه تحریمی است. عزیزان من خوب لااقل در نماز پاچهاتان بالا کنید، بند نماز کنید. عزیزان من خدا نگهتان دارد.